دایی کچالو چند رقم که استفاده کنید؟ بینندگان عزیز سلام، امیدوار هستم در هر کجا هستین جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، ما آمدیم در ساحه مرکزی سفیدآب. فصلی است که مردم کچالو خاک میدن و زیادتر از این مردم از کود ایرانی استفاده میکنن. میگه خوب ثمر میده کچالوشون. و دوستو ببینید سواره و بسم الله الرحمن الرحیم. نام عنایت الله، تخلصم ملیارزاده. دیگه ساحه تقریبا مرکزی سفیدآب، یک قریه سرباندی، یک قسمی که خود شما گفتید فصلی خاک دادن کچالویه دیگه مصرف کار مردمی سرجنگل تقریبا نمی یک 3000 سیر 4000 سیر کچالو بالمونه. بازه 3000 سیر 4000 سیر چقدر مصرف میکنه که خدا نجات تا ایره به ثمر برسونه؟ والا مصرف تقریبا یک لگ همین چیزای مصرف مونه، مثلا از اولش از شاندن چی گرفته تا که دیگه مردم مرکزی بهاری غیر کچالو کدام کسب کاری خاص دیگه هم دارن یا نه؟ والا در این سالو تقریبا دیگه تمامی کارشیم کچالوش داری. جای دناری هستم، الان در اینجا یک مستری خانه است، دکان نسبی. چه رقم است کسب کار اینجا خوبتر است یا لال خوبتر است؟ فعلا که لال خوبتره دیگه. جهانگیر جهاندار سپهدار علمدار علمدار